از گیم جدید قرار امشب بازی چوچو چارز رو بریم. Let's do this. قبل از شروع کار تلگرام، اینستاگرام، آپارات، توییت، یوتیوب، دیسکورد، روبینا رو دنبال کن، ویدیو رو لایک کن، قلب زیر ویدیو رو هم بزن، کامنت اول زیر ویدیو مال خودم بخونش حتما. و اینکه هر شب ساعت 9 تا 12 شب پخش زنده و استریم داریم داخل سایت آپارات. بیاید حتما استریممون خیلی عشقید بشه شما. بریم بازی چوچو تایتل بنویس چوچو با عمو امیر. Let's do this. بریم چه سمی هاجی، بریم چه سمی. من هیچ ایده ای ندارم راجع بازیشو فقط دیدم ولی بازی نکردم، نمیدونم چیه ولی دیدمش. یکی از بچه‌ها داستان بازی رو گفتش تقریبا چوچو رو، گفتش که در رابطه با یک آدمیه که میره هیولا میگیره میذاره داخل موزش و الان اومده تو این جزیره که اینجا هیولا بگیره. یکی از رفیقاش گفته که بیا اینجا و تو این جزیره یه هیولاست و اینو بگیرش و ببر. کارو رو بلد باشم تو 1 ساعت تموم میشه. کارو بگو 1 ساعت تموم شد. اگه اومد میذاریمش عزیزم تا فلان که نبید. هیولایی که باید بکشیم اینه چوچو چارز. بچه چوچو چارز اون قطار است که انیمیشنش بود سرش آدم بود و اینجور آبی رنگ بود. اون چوچو چارز اینجا هیولا شده فکر کنم. Yes sir. They call him Charles. Half train, half giga spider from hell. نصفش عنکبوت نصفش قطاره، بهش میگن چارلز. And have nearly everything in order. Just a few people to meet and places to see. Simple errands, you know. اوه داریم میریم آجی پیشا چوچو چارلز. یا خدا چی دارم میام لعنته. آماده باش چوچو. آجی سرعت موس بازی چقدر زیاده بابا. ما هر یه میمیریم با این سنسشون مشکل داریم. سنسش کجاه؟ 50 خوبه. استیل یارو ببین تو رو برم. نگاه استیل گنگو. نگاه مرد. داریم با خاطرات بچگیمون. داداش خاطراتو اینم داداش شو کجا کله کردی آجی؟ یارو شیفتو گرفت رفت. داداش وایسا وای. چه حیوانی هستی تو؟ آجی چه سمی مپم مپه فکرم پرواز کردم. آجی بازی همینجوری داره سمتر میشه. هی داره سمتر میشه. چطوری یعنی اچنوی خوش اومدی عزیزم. داداش داستان چیه؟ چرا نور میزنی؟ What the fuck؟ افله آجی خیلی بده با ایو کیو لین میکنه. افکم و اینو برد اکیلی کنم روی نمیم برش اینجوری میدوی. آجی تو چرا گردنت اینجوریه؟ خیلی خب بریم کلید پیدا کنیم. مارک لوکیشن. اوکی مثلا اینکه کلید اینجاه. اول باید بریم اینجا. اوکی مارکش میتونیم بکنیم. این مپه با اینا چیه؟ آن NPC دیپن میشن required میشن optional میشن. آقا اینا آن دیپن میشن. ببین required میشن اینا ماموریت‌های اصلی مونن. یه دونه دوتا اینا ماموریت‌های اصلی مونن. باقی ماموریت‌های فرعی مونن. ما ماموریت‌های اصلی بازی می‌ریم. مثلا نمیدونم چی بشه تا فعلا هیچ ایده‌ای ندارم. فارکرای انگار. فعلا که فارکرایه. چقدر کلید منطقی بود. کلید اینقدر بود. بگو مثلا یارو تو جیبش اینو میخواد در بیاره مثلا از موبایل اینجوری موبایل برام داره میکنه مثلا تو سوراخ کلید میشه و میذاره تو جیبش. نگاه مصر باستانه. آقا ما بازار نزا بیا تو. اوه این قطار ما. چراغی داره آجی. راضیم. آی میگه که اینجا میتونه your bag. این اینونتوری مونه. آی اوکی. آی آجی این اینونتوری اگه تب باشه خیلی بهتره به نظر من. خب بعد بریم داخل قطار. از کجا باید برمش؟ آها خب میگه که use a quickly navigate. اوکی مپ. میتونیم آپگرید کنیم ترینمونو. هیل داره، اسپید داره، دمیج داره، آرمور داره. خب من اسپیدش رو آپگرید میکنم. اسکراب نداریم. 3 تا اسکراب میخواد برای لول بعدیش. اوکی اینا ماشینگانه. تیرش بی‌نهایته. آجا این تیرش بی‌نهایته بچه‌ها.
نمیدونم، ایده‌ای ندارم. با چی در میاد؟ در بیا. اسکیپ. و منطقی دکمه اسکیپ. همین؟ کلش همین بود؟ ساده است که خب نوکرتم. آقا یاد گرفتم، برو بریم. به نظر میاد همه چی ساده باشه. خب آقا این میره جلو، این ترمزه. داداش همینجور میریم تو دیوار. کاملا منطقی. این ترمزه. It's him! خواستم و زدن لعنتی. ببینم چارز ببینم. آقا جون چارز یک دهمشی کم کردیم. قاسم داداش بنده خدا به گوز بندو تا ما اومدیم مرد. قاسم لعنت بهت قاسم. من همیشه دوست داشتم. This isn't how things were supposed to end. قاسم من مارکمو بردارم از اینجا داداش. مارک بعدی و بچه مأموریت بردازه. مأموریت اصلی نمیدونم. قاسم بابا ای بابا چه تا آپارات ساید ما. قاسم تو نباید کشته میشدی. باشه من تخمار پیدا کنید داداش. هم تخمار میخواد هم پسرش. هم باید پسرش پیدا کنیم هم تخمار. حل قاسم داشت. خداحافظ. آقا بریم اول تخمار پیدا کنیم بعد پسرش. بریم آقا بریم. آقا خوبه. بابا آین دنده عقب میره. داداش من نمیخوام دنده عقب بگیرم. من میخوام مستقیم برم. ترمز آقا اصلا نداریم خودمون. سما آیتم اینجاه. برو ما جا کم بازی ترساکه. استرس دارم چوچو بیادش. چوچو من چوچو کچولو چوچو خوشگله. آه الان جاده درسته. رو راسته رو چپ. مرسی ای زبردلیته. آوره یکم عقب. آقا چوچو کی میاد؟ چجوری میاد؟ رندوم میاد چجوریه؟ به صورت رندوم میاد یا مثلا چجوری میاد؟ آره قطارش خیلی احساس امنیت داره خودش. نگه داره حرکت میکنه خیلی احساس امنیت داره قطارش. بچه اسکرپ نداریم. خب داریم به ماموریت میرسیم. با پا میاد. دست درد نکن. داریم میایم. بله خوبش اینه که بنزین نمیخواد قطارش. میدونی نکتهش اینه. زغال سنگ و سوخت و اینه نداریم. با سر صدا میاد. ما هم صدا نوکرم. آقا نوکری هست خانم. سلام علیکم. خوبی آبجی؟ استیلو ببین. Gene told us we'd have a newcomer soon. I suppose that would be you. بعدش روشن. Here's the key. As a side note, anyway, check out the bad luck. اوکی. یه کلید داد بچه‌ها. یه کلید دادش خانم. بعدش هم اینجا فکر کنم خونه‌مون شد. فکر کنم این بعد اینجا میتونیم سوکینا بگزینیم. داداش باز نمیشه اش خانم. کلیدی که دادی فیکه. بالا هم داره. اوه کلید بالا. اوه نکنین اسکرپ. او چقدر اسکرپ. من تا تک لول اپ میکنم که. آج من خب حالا تا ته لول اپ میکنم. اینجا خونمه. میتونم اینجا بخوابم.
باید ایزی لول شد. آی کمرم خوب شد. حاجی قطارمون هم جونش کم میشه. من فکر کنم قطارمون بی‌نهایت جون میشه. جونم کم میشه. خب آقا 9 تا اسکرپ داریم. خب اسپیدمون رو لول اپ میکنیم یه دونه. دمیجمون هم لول اپ میکنیم یه دونه. هیلمون هم پر میکنیم. 2 تا هیلمون رو پر میکنیم. یه دونه هم آرمورمون رو آرمورم نمیرسه. 2 تا اسکرپ میخواد. 3 تا میخواد. یه دونه نگرم داریم میگه. اوکی. بریم آقا. فقط یه راه داریم. همینو باید بریم. اینجا ماموریت اصلیه. برو بریم. بابا ایزیه بازیش تو. دقت کردی چوچو توی بن بود. آره آج دقت کردی چوچو توی بن هم بود بچه‌ها راستی. آفرین. دقیقاً من سر بن اومدم چوچو که ببینیم چوچو چی میگه اصلا با کی کار داره. گیم بعدی عزیزم گیم بعدم گیم خوبیه. دستافاس میگه بعد. اوه آدمایکای قرمز گان میدن آدمایکای آبی ماموریت هستن. خب این مال یه دونه آدمک زرد کنارمونه. بعد اولا ماموریت اصلی ها رو بریم. آدمک زرد ماموریت فرعی هست. آدمای قرمز هم که گان میدن. حالا کاری نداریم با گان هم حالا بعدا میایم ور میداریم نوشره. سلام علیکم داشتم. هم آبجی هست. زر زدنشون رو میزنیم بره. آقا یه دونه فکر کنم تو مپمون یه چیزی آورد. بعد بریم اینجا ماموریتمون اینجاه. بعد بریم اینجا. اوکی. خب آقا قبل اینکه بریم اونجا یه سر بریم اسلحه جدید هم میخوای بگیریم جلومون هستن. ببینیم اون چیه. همه چیه بازه یه کلا کنجکاوی بکنیم. کنجکاو کنیم. باز بگیر. اسلحه هم بریم اینجا بگیریم و بریم برام ماموریت. مجانی میدم اینجوری اسکراب. نایس. یا داداش آتیش گرفته اینجا. شکایت بکنم ماموریتمون چیه؟ اینجا باید غلطی بکنم. باگ اسپری بلیز ویپن. اسپری بلیز ویپن میده. اسپری کشتن حشرات داداش. حاجی تفنگ حشره کشی بهم میخواد بده یعنی چی؟ چقدر ماموریت سختی بود. بعد اینو باز میکردیم آب بیاد اینجا رو درست کنه. خیلی واقعا چالشی بود ماموریتش. پشمام بود. منو که به چالش کشیدیم ماموریت حقیقت. مثلا باورم نمیشه تونستم این ماموریت سخت و چالشی انجام بدم. پشمام ریخته. چه سمی بودی. رنگم بهمون داد. باریکلا ازت میتونیم بچه رنگم بکنیم. کو اسلحه‌ای که گفتی اسکل. آتیشو من خاموش کردم. اسلحه کو؟ آتیش شاید هم رو زمین من نمیبینم اینقدر تاریکه ها. شدید اسلحه داداش آتیشو خاموش کردم. آبم داد. فیلم ماموریت سخت و چالشی بود. پشمام ریخته. چجوری من تونستم اینو انجام بدم؟ خدا پام میاد چرا؟ خیلی خوب. اوه اینه باگ اسپری. اوه میتونم جابجا کنم. برگام بابا بارکلا. نه اون ماشین گانه رو بذار تا فلان. دمیج رنج اسلو دمیج این انقدره. دمیج این 2 تا و دمیج اون بهتر. خب آقا بذار دمیج آل ویپن همه اسلحه دمیجشون میره بالا. آقا بذار من اسپید رو زیاد کنم که چوشی بهمون نرسه. بعد دمیج رو میبریم بالا. برو بریم بریم ماموریت خودمون. رنگ هم داره. قرمز کنیم. بذار قرمز کنیم بالا. لانگ درایوی ولی با قطار. حتی اینجا من پیاده‌شم برم اونجا. همینه چقدر. آقا رسیم به ماموریت بعدی اون داریم اینجا آرتی جلوتره. برو داداش برو. همون وسط رنگ توی قطار میتونه رنگ. آره داشت دیگه اینا رو میدونم. در این حد رو میتونم بفهمم. هایده اینجا بشم من. حاجی جز چوچو هیولای دیگه ای نداره مثلا حمله کنن بهمون. فقط خود آقای چوچو هستش. بچه اسکرابا رو جمع کنیم قطارمون رو آپگرید کنیم توندا چون خطریه کار. می‌بینی؟ آقای چوچو بعد سمیه. داداشم چوچو چارل مثلا وزینه یه کوره استیل که اصلا چوچو رو میخوان اون تخم مرغا رو در انده چوچو میخوره بعد وحشی میشه. پشمام
چوچو تخمه خورده داشت وحشی شده. داستان کاملا منطقی ها. داستان کاملا منطقی. حالا این مأموریت چیه؟ فکر کنم اومدیم اینجا تخم مرغا رو جمع کنیم. نه چوچو نخوره تخم مرغا. موجی اینجا ترسک داره اینجا. چیز اینجا عیله داره. خبری نی؟ نمیشه با کرد. منطقا به هم میشون. منطق میگه به هم میشون. نمیشه که نمیشه حرکت کنه. عجیبی اومدیم. این که تو بازیش گان ندارم میگه احساس بدی دارم. میدونی و اینکه میدونم چوچو تو مپ داره میچرخه. یکم اینا به من احساس ناآرامش میده. میدونی احساس امنیت نمیکنم من داخل این مپ. حس بدی دارم. به ویژه وقتی دارم اینا همچین جایی و اصلی ندارم. زیر دارم. آی! داداش سمی آی! حاجی داستان چیه؟ من درم نمیشه زد. با این چه سمی بود؟ حاجی داره میاد این. داداش تو تایمپ میاد یا بلفاس کمک. دارم تو قطارم ببینم هنوزم جرأت داری بیا. اسکل برقی داره میاد. اولاغ خر. ولی تو میتونم بردارم. چرا کارشو نمیشه برداشت؟ سمیه خواب. خیلی خوب بذار من یه دقیقه بچه ها ببینم ماموریتم الان چی شد. حالا یکم ماموریت های بازی رفتیم. آره خب بعدی کجاه؟ بعد بریم جلو. ببین زرده که ساید میشنن. خب ماموریت های اصلی اینا هن بچه. بعد اینجاه. بعد از اینجا بریم اینجا یه دورایی داریم. راست بریم برسیم اینجا. 100% تورا چوچو هم هست. 100% چوچو هم تورا قراره ببینیم. یه سلام علیکم با آقای چوچو ما داریم احتمالاً. بذار من آپدیت کنم بچه اینو. 8 تا دارم. دمیج میبرم بالا. آرمور رو میبرم بالا. بابا ردیفه بالا. اونو با ماشینگاه خودم زد نداداش. اونو چجوریه داستان؟ واقعا نمیشه. تیر ندارم. یعنی بعد تخم مرغا رو همچون بردارم کله گاوی بود دو سم. خوب میمیرم. سیف داره؟ سیف هم نداره. دست صافاست میریم امشب. آجی خیلی سمه تو میخوره بازی گداره میگیره بعد میخوره یه جنراتور بر آقا داریم میرسیم به اولین دوراهی ها. سمت راست بعد مطمئنم دوراهی سمت چپه و من بعد پیاده شم 1 ساعت دکمه‌ش رو عوض کنم. شک ندارم. ببین یعنی مطمئنم مثل روز برام روشن گفتم ترمز بیا سمت چپه. دیدی؟ آبلو ایگه. ترمز کن. مثل روز برام روشن بود این موضوع. بعدی هم همینطور. بعدی هم سمت چپه. دوباره ما بعد بدیمش راست. خدایا بسته. آقا بذار اینجا رو لوت کنیم. بذار اینجا رو بچه بگردیم. حس کنم اینجا شاید اسکرپ میشه. اسکرپش داده. گفتم شاید بشکنه. مثل اینکه چرت گفتم. هیچ آیتمی نیست. هیچ گان و اسلحه‌ای نداره بازی واقعا. داداش چقدر سمه. اوه بابا جیزس کرایست. داداش خب من فول آیتم شدم که خب این چه سمی بود. داداش این چیه خب؟ یعنی سریع آپگرید کردم اینو. آقا اسمی بریم بالا. دمیج ببریم. 5 تا میخواد. او 7 تا میخواد. چقدر زیاد میخواد. خیلی میخواد آجی. خیلی میخواد. درش کن بریم. چقدر زیاد جمع کردم راستی هم.
راضی هم به رضاییت. بیا دوباره. دیدی گفتم با زمین چپه؟ دیدی؟ مثل روز برام روشن بود. ببین مثل روز برام روشن بود. آجی چرا جدی چوچو دیگه نمیاد؟ بعد همه ماموریت‌ها رو برم تا چوچو بیاد. آره ماموریت‌های اصلی در بریم بهمون گان میده. آجی بعد فکر کنم چوچو رو بعد چیز کنم، برق بزنم. آجی برق بزن. برق چیه؟ بوق منظورت بود؟ چه؟ داریم میرسیم. چیز در کمینه؟ بعد زنگوله بزنیم میاد. زنگوله رو این زنگه رو میبزنم میادش. خب الان نمیخوام بیادش. بذار یکم ماموریت‌ها رو برم یکم قوی‌تر کنم اینا بعد بهش بگم. چوچو بیا. چوچو بیا. عمو بیا من خیلی خستم. ترمز کن آقا. اول ماموریت گانو میریم بعدا ماموریت های دیگر رو میریم. سلام علیک. چند داداش چه ماموریت جان من؟ هرچی هست ما میریم داداش. او باید برم اینجا. خب اینو حالا ولش کن. حالا برات من برم بالا برم جا قبلی. او اسکرب دادا اسکرب جنت هم میریم عزیزم. تو این هفته باز زیاد داریم. خوشگله نورن نبا عزیزم. اوکی حاجی بخوایم پیاده بریم تا اونجا میتونم پیاده بریم و چقدر رفتیم الان زیاد راه اینیم پیاده بریم بچه اونجا گان و ماموریتشو بریم. بعد گانو که گرفتیم میریم اون یکی ماموریت. بعد دیگه زنگ میزنیم چوچو بیاد دلشو بگیم. سر اسکرا هم جمع میکنیم. اسکرا دادا این زاپوری اسکرا بس استس بشست استس مش. اوکی دادا حالا بایستی چی کار کنی؟ در این زاره باید بشکنی. بریم داخل. بعد از داخل بیایم بیرون. جان خدا وکیلی شلال جان. یا بفرد علا بی درکه یا ابلفرد. ای کسافه. سلام علیک. بام بکنین چوچو این تو باشه. سلام علیک. اوه داداش راکت RPG 7 بود انصافا. راکت RPG 7 بود ناموسه. همین رو باید برگه. دیدی اینایی که اسپیدران میرن هی میپرن. آی اینجوری بپر میکنن تو اونده برن. من مثلا اسپیدران دارم میکنم. این که خیلی خفنم میگن. من درست رفتم ماموریت رو. آره اسپیدرانه ابو امیر. ماموریتش خیلی چالشیه. اسمشم ریخته. حتی خودشون که با گاندون بالا مفته چالشی بود. ولی نریم ولی اون بود. ولی چالشو داشت. ولی به هر روی که داد ببینو دمش کرد. خب این چی بود الان این گانه که بهم داد؟ آیدون میریم ماموریت بعدی. بزنم این گانه که بهمون داد چیه؟ راکت میندازه؟ موشک اندازه؟ او راکت میندازه. دمیجش چقدره؟ واه چقدر دمیج داره. بزن این تا فعلا روش باشه بخندی. آقا اسکرم خیلی خوب جمع کرد. بعد داداشمون لختش استا زیر بارون اشغال صفا باشه به مالا بشتی. چیه ماموریت تو یکی اوز کن داداش. بعد بریم اینجا. خب طور اینجا دوتا میشن هم اینجا داریم. کلا همینه کل ماموریت بازی همین قدر زیبا. بازی استریم تمامه. تو راه میخوام چوچو رو صدا کنم بیاد یکم بزنیمش. چطوره؟ بیاد یکم من اسپیدمون رو ببریم بالا.
دمیجمون یکم ببریم بالا، آرمورمون هم ببریم بالا، جونمون هم تا 100 زیاد کنیم آقا. چه نمیاد؟ نمیاد بریم تا ته، یه دو راهی داریم راست. آجه نمیاد بابا چوچوش، بابا چوچوش ترسوه بابا، اسکل کرده برو. مردی بیا، مردی بیا، چوچو کجایی چوچو؟ چوچو مردی بیا. دیدین جرأت نداشت بیا، دیدین فقط گنده گویی بود. دیدین مال این حرفا نبود، دیدین چوچو فقط زر مافی زد. چشا چوچو سکوزه های دادا. ای ترمز کن، ترمز کن. دنده عقب بگی، دنده عقب بگی. نه همینجا ترمز کن. آجی الان نیادش، چون غلط کردم و نیاده داشت. آجی شاید از کل ماموریت‌های بازی بریم بعدش میاد، نه؟ یعنی بعد انقدر قوی بشیم بعد دیگه کلا میاد و دیگه بعد بزنیمش. آره اون باگ شده. نه بابا فکر کنم آخر بازی اسم کنم میاد. نمیدونم. اسمم خیلی جلوتر میادش. من بعد همه ماموریت‌ها رو بریم. بکنم بعد همه ماموریت‌ها رو بریم. خب آقا بذار ببینم 10 تا اسکرپ داریم، میتونیم لول اپ کنیم دوباره، دمیج رو ببریم بالا، دمیج رو ببریم بالا. ببین میخوام تا چوچو اومد 2 تا بهش بزنم، چوچو رو کوکو کنم. خیلی رامونداد باگ شده. باگه هرکی گندش کردن یارو بابا، دارد نداشت تو فقط حرف بود، مال این صحبت ها نبود. چوچو ترمز کن بینیم بابا، فقط گنده گویی. چی کشش کو آخرشم نیمد اسکل ترسو قطار بدبخت. از داره میاد فکر کنم. مرسی دکتر عرفی عزیزم. داره گیم ترسناک میشه جان شما. چو غلط کردم داداش، شوخی کردم من بوده. چی شوخی کردم ها؟ آجی نیادشی؟ وای جی آبل فرزوجی من یه شوخی با این کردم، این واقعا داشت میومد. بودو آجی بعد بریم اون یکی تخم مرغ هم برداریم دریم. یا خدا داداش دنبالمه.